هنرمایه آفرینندگی برد راه بر سوی پایندگی. درود و پیام‌های فراوان بینندگان ارجمند تلویزیون سینما. نشر نوبتی برنامه آفرینندگی است منظور شما. اون صحبت قبلی ما در حاشیه فستیوال آزمون تئاترهای کسبی پرستو بود. پرستو 2025 بود و بعدی پرستو بعد گذشت یک هفته دو هفته باز دوشنبه عزیز ما میزبانی فستیوال دیگری تئاترهای کسبی، فستیوال جشنواره بین المللی تئاترهای کسبی تحت عنوان نوروز شد و در این جمع مهمانان زیادی اومدن از جمهوری ارمنستان، از فدراسیون روسیه، از جمهوری ازبکستان، از جمهوری اسلامی ایران حضور داشتن، از جمهوری قزاقستان حضور داشتن، از تاجیکستان و در دایره این جشنواره نمایشنامه‌های خودشون را پیشنهاد کردند. در حاشیه همین صحبت در موضوع تئاتر وطنی و زمان امروزی، اینم صحبتی ما هم در حاشیه این فستیوال میشود. اون پیشینش در پرستو بود و البته این فستیوال آزمون یا جشنواره بین المللی برای تئاترهای ما و برای محیط تئاتری ما و محیط هنری ما بازیافت‌های زیاد هم داد، در برابر اینکه کمبودی‌ها بودن. کمبودی‌ها یکدیگر را شناختیم، پیشروی‌های یکدیگر را شناختیم، تبادل افکار کردیم، تبادل تجربه کردیم و به هر صورت یک جشنواره بین المللی بود که به منفعت همه طرف بود. هم تئاترهای ما و محیط تئاتری ما، هم تئاترهای بیرون. در حاشیه همین استاد یک صحبتی که می‌کنیم، صحبتی جشنی می‌کنیم و از همینجا شروع کنیم که شما هم به واسطه در اونجا اشتراک کردید، نمایشنامه‌ها رو دیدید. چی برداشت‌ها دارید؟ چی چیزها رو مشاهده کردید؟ چی افت و نقصان‌ها و چی پیشروی‌ها بود؟ فرمایید استاد. تشکر. تئاتر با من فستیوال‌ها، فستیوال آزمون‌ها، همین جشنواره‌ها اینا یک نوع رزویدکه هنری هم هستند. یک نوع سبق آموزی هنری، یک درسی است. چطوری که شما گفتید از کشوری روسیه آمد، از قزاقستان، از ازبکستان، از ارمنستان آمدند، از ایران آمدند. آذربایجان، این روزهای فرهنگی آذربایجان در تاجیکستان میشود، اونجا نمایششان میارن، برای همین اشتراک نکردن تا دو بار نماییم. خلاص فستیوال ها بسیار لازمند برای پیشرفت تئاتر و پیشرفت شکل اسلوب ها. اینا یک درس بسیار هنری. هدف از گذراندن فستیوال هم همین است و خوب میشد که این فستیوال ها، این نمایش‌هایی که به فستیوال دعوت میشوند پیشکی به طریق آنلاین یا مثلا به طریق اینترنتی نمایش ها رو بینن که انا این نمایش نه، انا این اتون فرستید، انا این نمایشتون خوبتر از برای ما، انا می نفرستید. هر کشور کدام نمایشی که خواست همون آورد. یعنی باشید استاد از نظرگذرانی قبلی در کار حتما ما خیلی دیدیم نمایش ایران با مکتب ایران، با مکتب مثلا همون نقالی و به اصطلاح روسی میگوین لخکه فرانسوسکه ایگران، اون مکتب دیدیم، با اون شناس شدیم. با اپرا شناس هستیم ولی نتاری ساعت اپرا آورد، با قزاق‌ها آوردن در یک موسیقی و رقص و با این چیزها. گرنیر فرانسوی نامی بعد آوردن. خب برادران ازبکستان آوردن نمایش خودشان، ولی نمایش ایرانی ها که گفتیم همون تئاتر نقالی است، ولی سلسله واقعاتشون سوس بود. در نمایش گپ تا نیم زیادی، قریب نیم نمایش یگان سلسله واقعات نداشت. من این همچون متخصصی همین سوها میگویم، وقتی که سلسله واقعات نیست، اثر نمایشی با سلسله واقعات در یک صفحه اقلا یک واقعه شود که روش عملیات دیگر کند. همین سلسله واقعات سوس بود. بعد از نیم یک دو واقعه شد و همین انجام بیافت، ولی موضوع اثرشون موضوع بد نبود، موضوع خوب بود. ولی شناس شدن ما
و بخصوص جوانان تئاتر، کلانسالان تئاتر که با این مکتب به هر حال چندین سفرهای هنری کردند و در آزمون‌ها و جشنواره‌های تئاتری ایران اشتراک کردند، شناسایی دارند. ولی جوانان تئاتر این مکتب را دیدند و با این مکتب شناس شدن. این یک درس خوبی است. شاید در یگان نمایششان با همین اسلوب، با همین یک استفاده بری از این مکتب عنصرهای از این مکتب، از این سبک و روش هنری. بله، این هم یک درسی بود. مثلا تئاتر ناتالیا ساц اثری جهانی است، بسیار اثری خوب است، ولی شکل و اسلوب بسیار کهنه بیان داشت. همین ایستادن، 4-5 نفر میستن، دریژور رو نگاه میکنن، میخونن که من از موسیقی دیر نمونم و خلاص این چیز. بعد عملیات فیزیکی در تاریخ نمیروویچ دانچر، ستانیسلافسکی، میرخولد یک اصطلاحی دراماتیزیروانی اپری، دراماوی کنانی اپرا، یعنی عملیات، عمل، زندگی رو بیشتر وارد کردن در اپرا که بالا بردن سطح دراماتیزم. بله، برای همین جهت ها نمی رسید در تئاتر ناتالیا ساц. ولی از اینم عبرت باید گرفت. اینم برای درس است. هر کمبودی که در پرستو میبینیم یک درس میشود که انامین گونه کردن در کار نیست. مثلا در ارمنستان تئاتر مضافاتی ارمنستان بود. مکتب همون مکتب تئاتر روس است، ولی سطح داده شدن به نقش ها و خیلی فراموش شدن در نقش ها که مکتب تئاتر روس مکتب باطنگرا است، اینقدر وارد شدن در کار به اون نقش که مثل صوفی ها وارد می شدن، به حال می رفتن، با همون حال ها دوچار شدن در کار. همین چیز یک کمی ساخته بازی کردن ها حس می شد در اون موی سفیدی که از همون سر شد نمایش. بعد اون جوانم آمد، بعد اون دخترک آمد، بعد با یک کسی دیگر آمد. خلاص یک کمی از لحاظ هنر اکتیاری و باطنگرایی و در نقش ها وارد شدن و رفتن به اون قنه، همین کمبودی داشت. این تماشابین حرفه‌ای که در تالار شده است، همین البته هنرمندی بسیار حرفه‌ای خوب حس میکند. اینا تماشابین عادی هم حس میکند، ولی شاید اون اهمیت ندهد به این مسئله، ولی تماشابین حرفه‌ای که در تالار شده است حس میکند. این هم یک درسی است. مثلا دکوراسیا در اپرا، در مثلا همین ارمنی ها یک نواخت استاد، یگان نقش بازی نمیکرد. در همین اپرا یگان چی عوض نمیشد، چراغ میکشن، با چراغ در میارن، همون دکوراسیا یگان چی عوض نشده است. و این غلط محض است در تئاتر. وقتی که چراغ کشتن یک تغییرات خیلی، من چراغ کشی در تئاترها، این تئاتر خیلی قدیمه رو میموند. شاید اون چیزا کار نمیکردن. نه، این وای برای کروگ هم نبود، وای همین خیلی ماندگی بودن. تئاتر ارمنستان هم همچنین که اینم یک تجربه است، یک درس است که همین گونه نباید باشد. بله بله. چراغ کشی یعنی چی؟ او چراغ همون حالت میکشید که در همون تاریکی یک عمل صادر شود. خلاص این مثلا هم درس عبرت است. مثلا در تئاتر لاهوتی همین کمبودی نبود. دکوراسیا عوض میشد، میرفت میآمد، عوض میشد، چراغ خاموش نمیشد. اگر یک نقطه روشن میشد، همه تاریک یک نقطه روشن میشد، یا از تالار میآید بین روشن است، یگان تاریکی نبود. قانون میزانسن همون زلاتوی سیچین رعایت میشد در تئاتر لاهوتی. برام
رژیسوری جوان است ولی در مسئله همین ترازوی صحنه و میزانسن ها را فهمش خوب میگیرد، موسیقی را خوب میفهمد، تحلیل اثر را، موضوع اثر را معین کردن میتواند کرده. برای همینم در نمایش پرستو این از دیگر نمایش‌هایی که بود این نمایش بالاتر بود و شاه جایزه را گرفت و بر الله همین شاه جایزه را خب حتما به کسی باید میدادن ولی به همین تئاتر لاتی دادن از روی انصاف بود. در برابر تئاترهایی که ما تئاتر مثال کلاب و تئاتر بدخشان و تئاتر خوجند و تئاتر دنقره و تئاتر دیگر تئاترهایی که داریم، تئاتر جوانان و دیگر تئاترها که انا همین جزئیات هایی که گفتیم که موسیقی، چراغ، میزانسن که یکی از طلبات های بسیار مهم صحنوی است. ما اگر آواز صحنه رو برالو گیریم ما عمل رو میبینیم. انا همین عمل در صحنه تئاتر لاتی اگر میکشتیم هم صداها رو میگرفتیم، اگر مثل رادیو رو خاموش یا تلویزیون رو خاموش میکنید و عمل رو میبینید و فقط عمل رو میدیدیم محتوای همون نمایش ما حس میکردیم. از این لحاظ تئاتر لاتی جای اول را گرفتن بسیار به انصافانه دادن. برای همینم در همین فستیوال نمایش تئاتر لاتی از بسیار جهت‌ها نسبت دیگرها یک کمی بالاتر می ایستاد. من به این برای اون نه که تئاتر تاجیک است و من طرفش رو میگیرم. ایران گفتیم، اپرای ناتالیا ساتسو گفتیم و اثر جهانی است ولی موضوع بیان تراکتوفکا در یگان نمایش پرستو بجز تئاتر خودمون تراکتوفکا نبود. منظور فستیوال نوروز است. نوروز یعنی که از روی کاغذ آنچه که بود گذراندن، از روی پارتیتورا گذراندن، انا همین چیزا دیدیم. ولی آخه گذراندن وقتی که مثلا موضوع اثر معین میکند رژیسور، موضوع اثر فرض کردیم که یکدیگر فهمی. یکدیگر فهمی در تاریخ ادبیات جهان اینقدر حل و فصل شده است. در تاریخ ادبیات خودمان بخصوص تصوف یکدیگر فهمی یعنی چی؟ گردی یکدیگر فهمی چنون اتودها، چنون پریچه ها و قصه های خورد میشد که یک لیتماتیوی عجایبی پیدا میشد. شاید اون سخنهای مؤلف کوتاه شود و یک لینیه از اون مؤلف ماند و گردی همین موضوع یک اثری می شود که در اون صورت رژیسور کارگردان می شود مؤلف اثر، مؤلف نمایش کارگردان می شود. یعنی تراکتوفکا می گیرد، دیدی رژیسوری پیدا می شود. ولی ما دیدیم که از روی کاغذ بسیاری ها از روی پارتیتورا گذراندن، خیلی این طرف اون طرف رفتن که همه غلط بود، بسیار حالت ها اونقدر خوب نبود. ولی بسیار میخواستم که فستیوال های آینده بسیار خوب که وزارت فرهنگ همین فستیوال نوروز را گذراند. این درس خوبی شد برای اهل هنری حرفه‌ای تاجیک. حرفه‌ای تاجیک این تئاترهای حرفه‌ای بود و آینده خواهش هست که همین نمایش‌هایی که دعوت میشوند شده که در بالا در بسم الله سخن گفتیم، نمایش‌ها پیشکی از نظر گذرانند. یک کمیسیون تشکیل شد که پیش از قبلا همین کمیسیون خودمون تاجیکستانی خودمون اگر به تاجیکستان دعوت شود همین میتونن کارگردان ها رژیسور ها میشینن میگن انا این اثر نگاه کنی، انا 5 اثر رسیه، انا این اثرش خوبتر است برای ما، اونا میگرفتیم. و فلان تئاتر درامایی قزاقستان انا اینش ناز
ما خودمون انتخاب کنیم، برای که اثرهای خوب می آمدن، اثرهایی می آمدن که ما رو هم از لحاظ اکتوری، هم از لحاظ دکوری صحنه، هم از لحاظ میزانسن، هم از لحاظ تراکتوفکای اثر، این جنبش ها و شکل و اسلوب های بازی همی با وجد می آورد. همی خیلی با وجد آوردن ها زیادتر می شد و در هر صورت فستیوال خوب بود. خوب بود. بسیار تشکر زیاد استاد. باور داریم که هنرمندای ما و محیط فرهنگی و هنری ما نه تنها لذت برد بلکه مشاهده کرد، تجربه گرفت، مبادله کرد. صحبت‌های زیاد هم صورت گرفت در جریان همین فستیوال بین‌المللی، جشنواره بین‌المللی نوروز. چندین مستر کلاس ها هم گذرانده شد. با حضور مثلا کارشناسان ارشد صحابی در تئاتر لاوتیک گذرانده شد، در تئاتر جوانان گذرانده شد و در دیگر تئاترها صحبت‌های رو در رو هم شد با حضور کارشناسان و اونا هم درس شدن. اونا هم درس شدن برای محیط هنری و محیط هنری پروفسیونالی ما، هنری کسبی ما. و باور داریم که در فستیوال جشنواره های آینده این مشکلی البته برطرف میشن و نمایش های ارزنده می آینده. باز یک نوع تبادلی تئاتری و هنری زیادتر می شود، از یکدیگر می امید داریم. تشکر زیاد استاد که دعوتمو پذیرفتید و صحبت اگرچه کوتاه بود صحبت مفید و سازنده بود و فکر میکنم نفرایی که به این هنر ارتباط دارند، هنری اکتور هم هستند، اونا چیزهایی میبردارن و در برابر اون مشکلات هایی که داریم مشکلات رو کم میکنیم، رفع میکنیم و سری نکته های اساسی نمایشنامه های ملیمون تمرکز میکنیم که تا اینکه یک نمایشنامه های ارزنده سری نوار روی نوار بیان و تماشابینم تربیه یابد. تشکر زیاد. بار دیگر رسیدیم به پایان برنامه. روزگاری خوش و بردوام و ایام بکام.